کوکوی بادکوبه‌ای یکی از غذاهای سنتی و اصیل گیلانه. قدیما تو مراسم‌های عروسی کنار غذاهایی مثل فسنجون و زرش پلو با مرغ سرو می‌شده. تو این ویدیو با هم این کوکوی خوشمزه رو با مرغ و سیب زمینی و پیاز درست می‌کنیم. این غذا هم ساده است، هم پر از خاطرات قدیمی و طعم بی‌نظیر. آخه میچره چرانه امشب شیمی بخونه بر شیرینی بخورانه ده بگوت منیم شو بگوت منیم افته و آسنگینه جرگیت منیم چندی مو پست و بکنم یه پرده غاله چندی نیاه و بکنم بلندی بالاره بلندی بالا و نگوده بو میدیل کاره امروز نشست و بکنیم فرد دوباره آخه میچینی کاسه قربان بشم لاکوی تیچه براسه آخه میچینی غوری تازه یارم بگیته با تیچش بکوری خود بگوت منیم شو خود منیم افته و آسنگینه جونیت منیم اگر از این ویدیو لذت بردید لایک و سابسکرایب یادتون نره. بحر بمابو با عطری بنفشه بلبل چپ چپ بزبو ترین بار گوشه تو بشو لکو بگو خود نکوشه